بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان قرآن کریم. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان سروران در بررسی قواعد اولیه روحانی قرآن کریم به حرکت‌های کوتاه فتحه، کسره و ضمه اشاره کردیم. همینطور به نحوه قرائت حروفی که علامت ساکن دارن و یا علامت تشدید دارن و گفتیم که ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه و تشدید هم که نوعی از ساکن هست به علاوه یک حرف دیگر حرکت دار. هر علامتی که هر حرفی که شما دیدید علامت تشدید روی اون هست، یک بار به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده خواهد شد آن حرف، یک بار با حرکتی که خودش داره، حال یا فتحه یا کسره و یا ضمه. علاوه بر این همچنین اشاره کردیم به حرکات کشیده. ما حرکات کوتاهی داریم به نام فتحه، کسره و ضمه ا، ا، او. در مقابل حرکات کشیده ای داریم آ، ای، او که اینها هم در اصل همون فتحه، کسره و یا ضمه هستند، اما با این تفاوت که بعد از فتحه، کسره و یا ضمه حرفی قرار میگیره که همجنس خود اونهاست. البته حرفی که حرکت نداره، اون حرف خودش خونده نمیشه، اما کاری که میکنه تقویت میکنه حرکت فتحه یا کسره یا ضمه قبل خودش رو و اون حرکت کش پیدا میکنه، تقویت میشه. ما درباره حرکت کشیده آ در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان صحبت کردیم. امروز میخوایم درباره حرکت کشیده ای و او صحبت کنیم، اما قبل از اینکه به حرکت کشیده ای و یا او بپردازیم، مناسب هست تا به همراه شما عزیزان سروران مروری داشته باشیم بر حرکت کشیده آ که در برنامه گذشته بهش اشاره شد. تصویر رو با هم داشته باشیم. این حرکت کشیده آ شکل قرائتش هست. مثالهاش این بود: هرگاه حرفی فتحه داشته باشه، هر کدوم از حروف الفبای عربی که باشه، همه این حروف در این جدول هستن، هرگاه این حروف فتحه بگیرن و بعد آن الف بیاد، آن وقت صدای ای که فتحه داره به خاطر آمدن الف تقویت میشه و به آ تبدیل میشه. ما تلفظ میکنیم اونها رو با صدای آ، مثل با، دیگه نمیگیم با، با، تا، ثا، جا، ها، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ضا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، با، ها و یا. اینها صدای کشیده آ بودن. وقتی فتحه روی حرفی قرار میگیره، حرفی فتحه داره و بعد از فتحه صدای حرکت الف میاد، بعد از فتحه حرف الف میاد و اون موقع ما فتحه رو با صدای آ میخوانیم، تقویت میشه، این صدا کشیده میشه. شبیه همین اتفاق در کسره و ضمه هم میفته. همونطور که در فتحه وقتی که فتحه بعد از فتحه حرف الف بیاد صدای آ میگیره و اون حرفی که فتحه داره با صدای آ خوانده میشه، اگر بعد از کسره یا آمد، حرف یا که هم جنس کسره است، ا و ی نزدیک هم هستن، اون موقع کسره هم تقویت میشه، دیگه کسره ا نمیشه، میشه ای. هر وقت بعد از کسره هر حرفی که کسره داره بعد از این کسره یک یا میاد، اون یا حرکت نداره، اون موقع این کسره تقویت میشه، صدای ا میشه ای، کش میاد، تقویت میشه، چون حرف ما بعدش هم جنسش هست، کش پیدا میکنه و تقویت میشه، به شرط این که حرف ما بعد حرکتی از خودش نداشته باشه. این اتفاق در کسره میفته. این همین اتفاق هم در ضمه میفته. وقتی که بعد از ضمه حرف واو باشه که هم جنس ضمه است، اون موقع صدای اوی ضمه تبدیل میشه به او، کشیده میشه. وقتی حرفی ضمه داره و بعد از اون واو میاد که اون واو از خودش حرکتی نداره، اون موقع
اون ضمه با صدای او خوانده میشه که ما بهش میگیم صدای کشیده او. بریم سراغ تصاویر تا بهتر متوجه بشیم که این حکایت چگونه است. صدای کشیده ای و او رو ما اینجا داریم. بریم سراغ مثالهاش. صدای ای به این شکل هست که هرگاه حرفی کسره داشته باشه و بعدش یه بیاد. همه این مثال ها الان حروف عربی هستن که خودشون کسره دارن، بعد از اونها یه آمده، حرف یه. الف وقتی کسره داره میشه ا به تنهایی، الف با کسره خودش به تنهایی میشه ا. اما وقتی که یه میاد بعد او دیگه نمیشه ا، دیگه خونده میشه ای. ای ببینیم ا شد ای. چرا؟ چون یه آمد. این یه خودش خوانده نمیشه، اما در نحوه قرائت کسره ما قبل تاثیر گذاشت، او رو تقویت کرد، کش داد. مثل فتحه، وقتی که بعدش الف می آمد فتحه تبدیل به آ می شد، اگر کسره هم بعدش یا آمد تبدیل به ای میشه. به تنهایی می شد ب، اما اینجا که چون یا آمد بعد از حرف با و کسره هم داره، به کسره و یا هم جنسن، تقویت میشه، کسره کش میاد، میشه بی، نمیشه ب، میشه بی. تی، ثین، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، سی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، هی، یی، یی. این عزیزان روی این بعضی وقتا تلفظ این مشکل دارن. یی دو تا یا هست، یک یا کسره داره میشه یه، یا به تنهایی با کسره میشه یه، اما وقتی یای دیگری بعدش میاد میشه یی. ه به تنهایی میشه ه، اما وقتی که یا میاد میشه هی. و به تنهایی میشه و به همراه کسره میشه و، اما وقتی بعدش یا میاد میشه وی. همین حکایت برای نون و میم و بقیه هم است. نی به تنها نون میشد نه، اما وقتی یا میاد میشه نی. می، نی، وی، هی، یی. این رو عزیزان دقت کنید که خلاصه این حرکت و یا صدای کشیده ای قانونش این هست که شما هر وقت حرفی کسره داشت، بعد از کسره یا آمد، یایی که حرکت نداره از خودش، اون حرفی که کسره داره دیگه با صدای ا خوانده نمیشه، با صدای ای خوانده میشه. مثلا در ب میشه بی، در ز میشه ذی، در ت میشه طی، در د ل میشه لی. بریم به سراغ مثال بعد. این مثال صدای کشیده ای بود، اما مثال هایی که برای صدای او میاد. حالا ما گفتیم که بعد از فتحه اگر الف آمد صدای آ میگیره، آن حرف میشه آ، با صدای آ خوانده میشه. بعد از کسره اگر یا آمد، آن حرفی که کسره داره با صدای ای خوانده میشه. اگر بعد از حرفی که ضمه داره، بعد از حرکت ضمه واو آمد، حرف واوی که خوانده نمیشه، خودش حرکتی نداره از خود، آن وقت آن حرفی که ضمه داره به جای اینکه با صدای او خوانده بشه، چون گفتیم هر حرفی که ضمه داره با صدای او خوانده میشه، اینجا اگر واو بعدش آمد و خوانده نمیشد دیگه صدای او نمیشه، میشه صدای او کش پیدا میکنه و باید مقداری بکشید. همونطوری که بارها تاکید کردیم که در فتحه، کسره و یا ضمه صدای ا و یا او نباید بشه آ، ای و او، نباید کش پیدا بکنه، فقط او. در جاهایی که باید کش پیدا بکنم نباید فتحه و کسره و ضمه فقط تلفظ بشه، باید مشخص بشه که اینجا کشیده هست. وقتی بعد از فتحه الف میاد باید کشیده بشه آ.
بعد از کسره وقتی که یا میاد باید کشیده بشه ای. بعد از ضمه وقتی واو میاد باید کشیده بشه او. مثالاشو با هم ببینیم. الان مثلا این حروف الفبای عربی همشون ضمه دارن، از الف تا یا همه اینها ضمه دارن. به تنهایی میشد او، بو، تو، ثو، بدون واو البته. الان بعد از ضمه واو آمده، دیگه الف با ضمه که تنها میشد او، دیگه الان نمیشه او، واو آمده میشه او، تقویت میشه او، کش پیدا میکنه صدا. بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، طو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو. ببینیم اینجا مثلا خط آخر رو بیشتر روش صحبت کنیم. کاف به تنهایی میشد کو، وقتی واو اومد میشه کو. ببینیم تفاوت بین ضمه و صدای کشیده او در چی هست. کاف به تنهایی میشد کو، اما چون واو اومد میشه کو. فرق بین کو، کو. متوجه بشن عزیزان که این فرق بین ضمه و صدای کشیده او هست، بیشتر کشیده میشه. لام به تنهایی میشد لو، اگر لام بعدش واو نمی بود این لام ضمه دار میشد لو، اما الان میشه لو. میم همینطور به تنهایی میشد مو، اما واو تقویت میکنه او رو میشه مو. نون به تنهایی میشد نو، اما واو او رو تقویت میکنه میشه نو. واو همینطور به تنهایی میشد وو، اما واو بعدش میشه وو. ه به تنهایی میشد هو، اما با واو میشه هو. یا به تنهایی میشد یو، اما با واوش میشه یو. این هم از صدای کشیده او. پس خلاصه صحبت تا اینجا اینه که ما همونطور که صداهای کوتاهی داریم، که فتحه است، که کسره هست و او که ضمه هست، صداهای کشیده هم داریم که همین فتحه و کسره و ضمه بعضی وقتها کشیده میشن بیشتر از حد ممکنشون. اون موقع چه موقعی است؟ وقتی که بعد از فتحه، کسره و یا ضمه حرف بعدشون هم جنس اونهاست و حرکتی هم نداره. بعد از فتحه الف میاد، اون موقع میشه آ. بعد از کسره وقتی یا میاد، اون موقع میشه ای. بعد از ضمه وقتی واو میاد، اون موقع میشه او. اینها رو میگیم صدای کشیده آ، ای و او. فتحه بعدش الف، کسره بعدش یا، ضمه بعدش واو. بریم به سراغ مثال‌های بیشتر تا در تمرین بهتر جا بیفته که چگونه خوانده میشه. تمرین اولمون رو شروع میکنیم. در این مثال اول یس فتحه، یه فتحه داره به تنهایی میشه یس. یا سینم ساکن هست، نیاز داره به کمک فتحه ما قبل. یس تا. واو کسره داره، به تنهایی میشد و، اما بعد از کسره یا آمده، یه حرف یه هم جنس کسره است. اینجا کسره تقویت میشه، دیگه نمیشه و، میشه وی. یس تا وی، یس تا وی، یستوی. ببینیم اینجا الان صدای کشیده ای داره. مثال بعد، اینجا این کسره داره میشه با فتحه داره میشه ب، اما الف بعدش بعد از فتحه الف آمد. گفتیم بعد از فتحه وقتی الف آمد، چون الف هم جنس فتحه است و خود این الف هم حرکتی نداره، الان این فتحه تقویت میشه، صدای آ میگیره، دیگه نمیشه ب، میشه با. با. دال کسره داره میشه د، اما چون بعدش یا آمده و هم جنس دال است میشه چی؟ دی. عیبا دی. اینجا صدای کشیده آ و اینجا صدای کشیده ای داریم. عیبا
دی. در عربی یا غالبا با 2 نقطه نوشته میشه. در فارسی ما نقطهش رو نمی نویسیم و اینجا هم نقطه می داشت مناسب تر بود. مثال بعد یکو، یا پته داره، کاف ضمه داره میشه کو، اما چون بعد از ضمه واو آمده و واو حرکت نداره، این واو این ضمه رو تقویت میکنه، دیگه نمیشه یکو، میشه یکو کو. یک مقداری حرکت مال خود کافه، ضمهش کو، یک مقداری هم صدای گویی واو بعدشه، میشه کو، یکو نو، یکونو، یکونو، یکونو. بریم به سراغ مثال بعد. کسره بعدش را میچسبه به را چون ساکنه را. ج، ج، ج. این کسره داره اما یای بعدش سبب میشه تا این کسره تقویت بشه، کش پیدا میکنه کسره، دیگه نمیشه میشه ای. ارجعی، 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 عی، ارجعی. بریم سراغ بعدی. مثال بعد صاد ضمه داره، ضمه رو گفتیم با صدای او خوانده میشه سو. دال هم ضمه داره میشه دو، اما بعد از ضمه واو آمده، بعد از ضمه حرف هم جنسش آمده صدای او میگیره، دیگه نمیشه دو، میشه دو، سو دو، سو دو ره، صدوره، صدوره. مثال بعد ذو، ه ضمه بعدش واو صدای او میگیره، ظهوره، ظهوره. یا قو ضمه بعدش واو آمده صدای او میگیره، نمیشه قو، میشه قو. یقولو، یقولو. لام رو میگیم لو اما قاف رو نمیگیم قو، میگیم قو، چون بعد از قاف ضمه واو آمده اما بعد از ضمه لام واوی نیامده که لام رو بکشیم. یقولو. یو، یه به تنهایی میشد یو اما بعدش واو آمد میشه یو، یو. ف به تنهایی میشد فو اما چون واو آمد میشه فو، یو فو، یو فو. نه، یوفونه، یوفونه. دقت کنیم عزیزان، اینجا 2 صدای کشیده او داریم، یکی یا بعدش ضمه آمده، یکی ف، یای ضمه دار بعدش واو آمده و ف ضمه دار بعدش هم واو آمده، هر 2 کشیده میشن، هم یا هم فا. یو فو نه، یوفو نه. مثال بعد، خط بعدی قاف ضمه داره قو، لام ضمه داره لو اما بعد از ضمه لام واو آمده، به همین خاطر لام دیگه نمیشه لو، میشه لو، قلو بو هم. هم میچسبه به میم چون ساکن با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه، هم، قلوبهم، قلوبهم. مثال بعد ه فتحه میشه ه، دال کسره داره میشه د، اما اینجا چون این علامت این یا اینجا ساکن هست، غالبا این ساکن نوشته نمیشه، این ساکن غالبا نوشته نمیشه. ه دی اصلا کلا ساکن حرکت نیست، چون حرکتی نداره غالبا این رو نمی نویسن ساکن رو در مصحف اسماتا. ه دی، دی، دی دال ساکن یا هیچ حرکتی نداره ساکنه، دال کسره داره، دی، دی کش میاد، گویی که این کسره میچسبه به یا، دی، حدی سو. مثال بعد رو سو، لی لام کسره داره بعدش یا، یای بی حرکت، لام صدای کسره صدای ای میگیره، لی روسو لی. مثال بعد یو ری، را کسره داره بعدش یا آمده، ری، یوری دو، یوری دو، یوری دو، یوری دو. بریم به سراغ مثال های بعدی. مصیبتون، مصیبتون. تمرین رو در درس بعدی انشاءالله دربارش به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
سه کسره داره بعدش یا آمده. سی مصیبتون، مصیبتون. ب قا می کسره بعدش یا صدای ای میگیره. میم می بقامی، بقامی سی. صاد هم همینطور بعدش یا آمده کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره. اینجا میم بعدش یا صدای ای گرفت و صاد هم بعدش یا صدای ای میگیره. بقامیصی، بقامیصی. اقلعی، اقلعی، اقلعی. ابا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. ابا. بی، بی قبل بعدش کسره، به مکسور بعدش یا، به کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره. ابابیلا، ابابیلا. خط بعدی فتحه بعدش الف آمده صدای آ میگیره. که لام ضمه داره بعدش واو آمده صدای او میگیره. لو، که لو هم، کلوهم، کلوهم. ذک زمین چسب به کاف چون ساکنه، ساکن با آخرین حرکت مقب خوانده میشه. کسره زال. ذک ری، ر کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره. ری، ذک ری، ذک ری. ف مو لا فتحه بعدش الف، الف کوتاه صدای آ. لا فمولا، فمولا. ق بعدش یا آمده. فمولا قی، قی. فمولا قی این ساکن مال یا هست. فمولا کسر مال قاف ساکن مال یا. فمولا قی ه، فمولا قی ه. ف مثال بعد قاف ضمه داره بعدش واو صدای او. قو لام کسره داره بعدش یا صدای ای. قاف ضمه داره بعدش واو صدای او میگیره. قو، فقو. لام کسره داره بعدش یا آمده صدای ای میگیره. لی، فقولی، فقولی. مثال بعدی لی، لی. مثال بعد ارنی، ارنی. سا فتحه بعدش الف صدای آ. سا ضمه بعدش واو صدای او. هو، سا هونه، سا هونه. کاف بعدش الف آمده فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. کا ت به ضمه داره بعدش واو آمده، این ضمه مال با هست. کا تبونه، کا تبونه، کا تبونه. اینها مثال های آ، ای و او هستن. این رو هم به صورت سریعتر این مثال رو به شما عزیزان مرور بکنیم. فتحه بعدش الف صدای آ، را هم بعدش ضمه بعدش واو صدای او. ها رو ت، ها رو ت. لمح جو بو نه. اینجا هم جیم هم با صدای او میگیرن چون بعد از ضمه واو آمد. لمح جو بو نه، لمح جو بو نه. ساله لام بعدش الف، لام فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. ساله ت کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره. ساله تی. ه الف فتحه بعدش الف ها. حافظون، حافظون. یموتون، یموتون. موجه جیم بعدش الف صدای آ میگیره، فتحه داره بعدش الف صدای آ. موجه ه دال ضمه داره بعدش واو صدای او میگیره. دو مجاهدون، مجاهدون. حدید کسر بعدش یا صدای ای. دی حدیده. کلی لام کسر بعدش یا صدای ای. لی کلی. محسنین، محسنین کسر بعدش یا صدای ای. محسنین. اسم فتح بعدش الف صدای آ. اسم این بعدش یا صدای ای. عی اسماعیل، اسماعیل. نستعین این کسره داره بعدش یا آمده. عی نستعینو. ینطقون ضمه بعدش واو صدای او میگیره.
ینطقون یا ینطقون. این هم مثال های دیگری از کلام الله مجید که حسن ختام این برنامه خواهد بود. با هم تکرار میکنیم. قد افلح من، نون وقتی کلامت نداره یعنی ساکنه. من زکا، فتحه بعدش الف آمده، فتحه کاف بعدش الف آمده، صدای آ میگیره. زکا، هی بعدش الف آمده، دوباره صدای آ میگیره. ها، زکا ها. ف ال ها ما ها، فتحه بعدش الف، صدای آ. ها، ف الهمها. فو، جیم ضمه داره بعدش واو اومده، صدای او میگیره. جو، فو جو، فو جو. را، فتحه بعدش الف، صدای آ. ها، فجورها. و تق و، فتحه بعدش الف اومده، ببینیم اینجا الف هست روی یا آمده، یا خوانده نمیشه خودش. فتحه بعدش الف، واو صدای آ میگیره. تق و، فتحه دوباره بعدش الف. ها، تق و ها. و قد خواب، فتحه بعدش الف، صدای آ. خواب. من، نون هر جا در قرآن کریم دیدید علامت نداره یعنی ساکنه. من دست یک بار با دال خوانده میشه تشدید، دو بار خوانده میشه، یک بار با ما قبل، یک بار با حرکت خودش. دست سا، فتحه بعدش الف آمده، این الف کوتاه بعد سین صدای آ میگیره. سا، دست سا، دوباره ها بعدش الف، صدای آ میگیره. ها، دست سا ها، دست سا ها. اینها مثال هایی بود که برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم در درس امروزمون و مثال های دیگری هم هست که شاید فرصت اجازه نده و انشاءالله ما در درس های پیش رو با ما همراه خواهید بود. حتما انشاءالله به تفصیل بعد از این که قواعد اولیه روحانی قرآن کریم رو ما به اتمام برسونیم به صورت عملی تر وارد میشیم به مصحف شریف و از سوره های کوتاه آخر شروع خواهیم کرد و همچنین چند صفحه از ابتدای کلام الله مجید رو. و انشاءالله اگر بیننده برنامه خودتون باشید تا پایان، در پایان این برنامه ها حتما انشاءالله به راحتی خواهید توانست که هر صفحه از کلام الله مجید رو که باز بکنید بتونید تلاوت بکنید و با اطمینان مطمئن باشید که درست هم میخوانید، چون قواعد رو به صورت اساسی و پایه‌ای یاد گرفتید انشاءالله. در برنامه بعد همچنان با شما انشاءالله عزیزان همراه خواهیم بود در بررسی و بیان قواعد دیگری از آنچه که در روحانی کلام الله مجید با هم نیاز هست که یاد بگیریم و این درس ها رو تمرین داشته باشید. حتما عزیزان هر درس رو به خوبی تا کامل یاد نگرفتید سراغ درس بعدی نرید و این درس ها رو پیش خودتون بارها و بارها و بارها تکرار بکنید تا به خوبی جا بیفته. بعد درس بعدی رو شروع بکنید و اون رو تمرین بکنید تا انشاءالله بتونیم به راحتی که این مسیر رو به همراه شما عزیزان پیش ببریم. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان، الله متعال می‌سپارم. الله یارم نگهدار شما.